چیلدختران یکی از یادگاری‌های تاریخی زنده تاجیکستان به حساب رفته. آن در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان جای دارد. البته درباره مومن‌آباد و یا یادگاری‌های آن علل خصوص چیلدختران روایت‌ها گوناگونند، ولی هر یک روایت به خود حقیقت دارد. یکی از روایت‌های چیلدختران این است: در یکی از دوره‌های تاریخی اجنبیان به این سرزمین لشکر می‌کشند. در این لشکرکشی مردم مبارز تاجیک البته مبارزه می‌برد، ولی اجنبیان که سپاه زیاد داشتند از آنها زیادی را قتل می‌کنند. وقتی که مردان بیشتر کشته می‌شوند، 40 دختر برای مبارزه به مقابل اجنبیان برمیخیزند. آنها نیز غلبه کردن نمی‌توانند. آنها با تیردان‌های خالی و خلطه‌های خود به قسمت کوهستان عقب نشینی می‌کنند. چیلدختران برای آنی که به دست فاسقان اجنبی نافتند، دست دعا به سمت خدا می‌کنند و می‌گویند ما را به سنگ مبدل گردان تا که اسیر این گونه اجنبیان خونخوار نگردیم. کسی نمی‌داند که این حادثه کی شده است. برخی ها می‌گویند که این در نتیجه هجوم اسکندر، برخی دیگر در نتیجه هجوم اعراب، دیگری در نتیجه هجوم مغول‌ها نسبت می‌دهند. چیلدختران ناحیه مومن‌آباد از شهر کولاب 80 کیلومتر دور است و آن از سطح بحر در بلندی 2000 متر جای دارد. البته مجسمه های چیلدختران برابر نیستند. چیلدختران مومن‌آباد از پاک دامنی دختران تاجیک شهادت می دهد. چیلدختران موضع تاریخی و سیاحی است که مثلا در فصل بهار از کشورهای چین، روسیه، شویتسیا، فرانسه، کانادا، امریکا و ده‌ها کشورهای دیگر به اینجا سیاحان می آیند. اکثریت سیاحان افسوس هم می خورند که چنین هوای تازه در کشور آنها نیست. این دیار به خود یک طبیعت ناتکراری هم دارد.